بسته شدن درهای مکاتب و دانشگاه‌ها با روی کار آمدن طالبان. در 15 آگوست 2021 امارات اسلامی به جمهوریت اسلامی نقطه پایان گذاشت و با روی کار آمدن امارات اسلامی مدت 2 سال می شود که درهای مکاتب و دانشگاه‌ها بسته اند. دانشجویان و دانش آموزان همواره برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها تاکید کرده و از طالبان خواستند که درهای تحصیلی را برای آنها باز نماید. واکنش‌های جهانی و خواست کشورهای اسلامی نیز بر بازگشایی درهای مکاتب و دانشگاه‌ها بوده‌اند. اما امارات اسلامی: ما طرح جدید نصاب تعلیمی و تحصیلی داریم که کار بالای آن جریان دارد. در یک طرح طالبان قرار بود که در اول حمله 1401 درهای مکاتب برای دختران باز شود. اما طالبان تا امر ثانی بعدی بر دختران اجازه ندادند که به مکتب بروند. در همین حال محدودیت‌های آموزشی و تحصیلی به عنوان در سال دوم طالبان نیز دامن زده شد. دختران بالای صنف ششم اجازه ادامه درسی ندادند و سپس محدودیت‌ها برای انتخاب رشته تحصیلی دختران در سال دوم نیز وضع شد. در حالی که چشم امید دختران بر بازگشایی مکاتب بود، در 29 سنبله 1401 ورود دختران به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ممنوع شد. با وجود این محدودیت‌ها بر دختران، طالبان با اظهار نظر مکرر ادامه دادند. مولوی کبیر، معاون سیاسی ریاست الوزراء، گفته است: امارات اسلامی نه تنها مخالف همه علوم عصری نیست، ما از علوم شریعتی حمایت میکنیم، چون افغانستانی میخواهیم که در عرصه اقتصادی و سیاسی روی پای خود باید بایستد که به آن انجینیر و دکتر نیاز داریم. در همین حال سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، در نشستی در مورد بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها گفت: به خاطر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها یک راه حل مناسب می‌سنجیم. در ادامه افزود: روی این موضوع به یک راه حل معقول کار می شود، چون این مسئله اختلافاتی شده پس به زمان بیشتر نیاز دارد. تعدادی از علمای جهانی اسلام که به افغانستان آمده بودند گفتند آموزش حق تمام مسلمانان است و حق آموزش به دختران افغانستان نیز باید داده شود. شیخ دکتر محمد صغیر، دبیرکل اتحادیه جهانی نصرت پیامبر اسلام، در این مورد گفته است: در هنگام ملاقات با رهبران طالبان ما روی آموزش دختران صحبت و تاکید نمودیم. در دیدار با وزیر تحصیلات عالی، او برای ما وعده نمود که آموزش حق مرد و زن است و ما از حقشان محروم نمی‌سازیم. در ادامه بسته شدن درهای مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران، واکنش‌های جهانی را نیز در پی داشت. مارکز بوتسل، معاون نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، گفته است: اگر مسئله آموزش دختران حل شود، تعامل جهان با افغانستان بیشتر خواهد شد. و افزود: طالبان باید اجازه بدهد دختران بالای صنف ششم به مکتب بروند، اجازه بدهد که در نهادهای خصوصی و دولتی کار نماید، اجازه بدهد که در زندگی اجتماعی شرکت نماید. اگر این کار شود، تعامل جهان با افغانستان خوبتر شده و در این مورد تجدید نظر خواهد شد. بیش از 690 روز است که دروازه‌های مکاتب برای دختران بالای صنف ششم بسته اند. همینطور دانشگاه‌ها از 29 سنبله 1401 برای دختران بسته اند. تاکنون معلوم نیست که طالبان دروازه‌های آموزشی را بر دختران چه زمانی باز خواهد نمود. پرستو قاسمی، خبرگزاری پگاه.